بهش هاچبک کراس میگن، کراسوور کوچیک شهری میگن. قیمت کارخونه‌ای این ماشین یکم بیشتر از قیمت بازار آزاد ماشین‌های داخلیه. X22 پرو هست اما نسخه دنده دستیه و با قیمت حدود 700 تومن میتونید از شرکت مدیران خودرو بخرید. اما میخوایم ببینیم که آیا ارزش خرید داره، آیا میارزه بگیریمش، ایراداتش چیه، محاسنش چیه. X22 پرو دنده دستی چه تفاوت ظاهری با نسخه اتوماتیکش داره؟ این رو باید بگیم که الگوش همون الگوی فیسلیفت است و تفاوت خاصی رو توی الگوی بدنه و حتی رینگ ها و خیلی از بخش ها نمیبینیم. ولی باید بگیم که خب تو همین نمای جلو که داریم نگاه میکنیم خبری از چراغ‌های اصلی LED نیست و چراغ‌هامون چراغ‌های هالوژن هستش. حالا سوال اینجا ایجاد میشه که خب اومدید الگو سپر رو عوض کردید، خوشگل‌ترش کردید، بعد توی نسخه اتوماتیک یکی از بحث‌های تبلیغاتیش این بود که خب اون فناوری LED خیلی نور خوبی رو میداد. خب چرا تو دنده دستیش ما این قابلیت رو نداریم؟ یکم میشد بهتر کار کرد دیگه، یکم با آپشن بهتر، قابلیت بهتر. با یک جلو پنجره کهکشانی طرف هستیم، با اینکه پلتفرم همچنان اون پلتفرم قبلی است ولی میبینیم که الگوی کاسه چراغ‌ها تغییر کرده و سبک جدید رو داره که چراغ اصلی توی سپر و این قسمت کار شده. اول اینکه بدونید X22 پرو MT موتورش و ساختار فنیش متفاوت با X22 های دنده‌ای قدیمی. توی این ماشین ما یک پیشرانه 1.5 لیتری 4 سیلندر 16 سوپاپ تنفس طبیعی داریم که این موتور 1.5 لیتری فناوری زمانبندی متغیر سوپاپ ها رو داره و 116 اسب بخار رو با گشتاور 143 نیوتن متر تولید میکنه. به عبارت ساده تر اسب بخاری که داره این ماشین میده تو نسخه دنده‌ای بالاتر از نمونه اتوماتیکه و حالا گشتاورش یکم کمتره و از طرف خوب گشتاور رو تو دورهای بالاتر به ما ارائه میده. چرا میگم استهلاک کمتره؟ اولا توربو نیست و یک دلیل دیگه هم دارم. این پیشرانه موتوری هستش که روی خیلی از محصولات خانواده چری نصب شده. حس رانندگی با X22 پرو دنده دستی خیلی بهتر از نسخه اتوماتیکشه. یعنی هم موتورتون گوش به فرمان تره، هم جودنده دیگه دستیه و تعویض دنده ها نرم انجام میشه. ببینیم که وضعیت نفوذ صدا به کابین X22 MT چجوریه. ماشین خاموشه، میذاریمش رو حالت حداقل 37 تا 8 عدد خوبیه. استارتش رو میزنیم 40.7 عدد خوبیه. میریم روی رنج 2000 RPM تقریبا 50 دسیبل. 50 دسیبل وقتی که میریم روی دور موتور 2000 RPM نشون میده که صدای موتور زمانی که دیگه قرار رانندگی بکنید باهاش خیلی به صورت محسوس میاد و این اختلاف از حالت دور آرام تا دور 2000 چیزی که شاید تو هر ماشینی نبینید. میریم روی دنده 5 که کمترین ضریب رو داشته باشیم روی سرعت 80 تا نزدیک 65 دسیبل، یه جایی تا 67 دسیبل هم میره. روی این سرعت نفوذ صدا به کابین با این دور موتور خوبه. حالا روی دنده 2 هستیم، تخت گاز میخوایم ببینیم چقدر صدا داریم. دست انداز رو رد میکنیم، بعدش 74 دسیبل. همون جوری که بهتون گفتم شاید عدد دسیبلش اصلا بد نباشه و خوب باشه ولی صدایی که تو ماشین داره میاد اصلا صدای قشنگی نیست.
و همینش میتونه آزاردهنده باشه. در نمای عقب X22 پرو سعی شده که یکم اون حس کراس‌اوور بودنه به ما القا بشه، ولی بدونید که باز تفاوت خاص آنچنانی با X22 معمولی نداریم. مثلا یکم تم چراغ‌ها تیره تر شده، این قسمت اومدن مشکی پیانویی کار کردن و همچنان اون سنسورهای پارک بزرگ رو میبینیم. دیفیوزر رو اومدن تغییر دادن و سعی کردن یکم حس بروزتر بدن و از همین الان میشه گفت اون حرکت‌های ارزی که شاید اگر سیستم کنترل پایداری نباشه نشه کنترلش کرد رو همچنان توی این ماشین میبینیم. این رو باید بگیم که فضای باری که X22 پرو داره به ما ارائه میده بزرگتر از رقبای هاچبک خودش توی بازار ایران هست. یک فضای عمیقی رو داریم، یک تاقچه عقب خیلی بزرگ و حجیمی رو داریم، باندها برای ردیف عقب روی این قسمت هم کار شده و حالا اگه خواستید این نخش میتونید استفاده کنید و به این بالا وصل کنید که این ورودی صندوقتون بزرگ باشه. چون زاپاسمون از نوع زاپاس کوچیک هستش که حالا هم مزیت هم شاید نگاه خیلی ایراد باشه، فضای بارمون خیلی عمیقه. فرمونمون کمکی برقی، دکمه کروز کنترل و تنظیم سیستم صوتی رو روی فرمون میبینیم. ماشین کلا 2 تا کیسه هوا داره. سنسور نور رو داریم ولی خبری از سنسور باران نیست و در این قسمت تنظیمات نوردهی چراغ‌ها، تنظیمات آینه تاشو برقی و سیستم کنترل پایداری رو میبینیم. صندلی راننده به صورت 6 حالت دستی هست. توی X22 پرو اتوماتیک استارت دکمه‌ای داریم ولی تو نمونه دنده‌ایش خبری این قابلیت نه. اینجا خالیه و سویچی ماشین روشن میشه. پنل تهویه الکتریکی دستی داریم با گرمکن صندلی‌های جلو. توی مالتی مدیا قابلیت اشتراک گذاری صفحه تلفن همراه رو داریم و یه سری امکانات دیگر رو به ما ارائه میده. پنل تهویه‌مون هم که الکتریکی دستی هست از این قسمت قابل تنظیم هستش و دکمه کنترل حرکت در سراشیبی رو هم در این قسمت داریم. ترمز پارکمون هم به صورت دستیه. X22 پرو دنده دستی برای من خیلی جذاب‌تر از نمونه اتوماتیکشه. حس بهتری رو میتونم تجربه بکنم. تهویهش تهویه خوبیه، مصرف سوختش مصرف سوخت مناسبیه و قطعا میتونم بگم استهلاک کمتری رو برام نسبت به نسخه اتوماتیک داره. خیلی ها میپرسن ماشین بهتری هست نسبت به گزینه‌های دنده دستی داخلی. باید در دراز مدت ببینیم چیه، ولی اون چیزی که مشخصه توی این نمونه دنده دستی خب شما ایراده برقی مثل ماشین‌های داخلی نمیبینید و این خودش یک مزیت به حساب میاد.